سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 25 ماه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. نشر بیانات جنرال خولباشف و الفت خانم محمد شویوه. در حق این مهاجر بچه شهید دعا کنید. از ظهورالدین دو طفل یتیم ماند. از 2 ایون با اتوبوس از دوشنبه به مسکو مسافر میبرند. نرخ چپته 1000 سومانی. قرب دلار و یورو در تاجیکستان به زمین زد. آیا نرخ‌ها ارزان میشوند؟ در تاجیکستان یک محصول را برای چشم پوشیدن از شکایت‌ها جزا دادند. دوشنبه در ریتینگ کتابخانه‌های دسترس جای 21 را به دست آورد. و اکنون تفصیلات خبرها. شام 24 مای در اینترنت فیلم مستند با نام شکست فتنه نشر شد که ظاهراً از طرف کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تهیه شده است. در این فیلم که قریب 17 دقیقه دوام می‌کند، بیانات الفت خانم محمد شویوه و جنرال خولباشف، دو نفره که با اتهام تشکیل و رهبری و سرپرستی اعتراضهای اخیر بدخشان دستگیر شدند نیز نشر شده است. در این فیلم گفته می شود که تشکیل اعتراضها در روشان و خوروغ روز 26 مارس در خانه ظریف بیکوف نامساکن محله برخوروغ گرفته شد. مؤلفان فیلم میگویند در نشست محمد باقروف، خولباشف، الفت خانم محمد شویوه و حضوری علیم شیرزمانوف از اروپا طریق مسنجر اشتراک کردند. به ادعای مقامات امنیتی در این جلسه همچنین قرار شده است که علیم شیرزمانوف مبلغ گذاری اعتراضها را به دوش میگیرد. خولباشف مسئولیت تشکیل اعتراض را در روشان، باقر مسئولیت تشکیل اعتراض را در خوروغ و محمد شویوه مسئولیت پوشش اطلاعاتی این اعتراضها را واگذار میکند. محمد شویوه، خولباشف و عزیز دولتشویف نام یک نفر دیگر در بیانات خود این گفته‌ها را تصدیق میکنند، ولی معلوم نیست که این اعترافهای آنها در چه شرایط به دست آمده است. مقامات به پرونده امور مخفی زدند و ادوکاتش نیز به این دلیل حق درباره قضیه محمد شویوه صحبت کردن را با رسانه‌ها ندارد. در این فیلم گفته می شود که گویا علیم شیرزمانوف از اروپا برای تشکیل اعتراضها در روشان $6000 و برای تشکیل اعتراضها در خوروغ $7000 فرستاده است، ولی شیرزمانوف در صفحه‌اش در فیسبوک و برای جای آزادی این ادعاها را رد میکند و در صفحه‌اش با کنایه نوشت در تاجیکستان بودم، سیر نمیخوردم ولی مبلغ‌های کلان میگرفتم، اینک اروپا اومدم، منالیت میزنم و به تاجیکستان پول روان میکنم که انقلاب کنند، حاتم توی بودم. این فیلم در پی با استفاده از نیرو سرکوب کردن موج اخیر اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان نشر شد. مقامات تاجیکستان تا امروز مرگ تنها 11 نفر را در بدخشان تصدیق کردند، ولی سازمان ملل درباره هلاکت بیش از 40 نفر خبر داده است. باقر که او را رهبر اساسی اعتراضها میشمارند، روز 22 مای به طور مرموز کشته شد. جنرال خولباشف روز 18 مای هنگام بازگشت از واروغ در اسفره دستگیر شد. همسر سابق او الفت خانم محمد شویوه را صبح 18 مای در دوشنبه بازداشت کردند. این در حالی است که خولباشف به فرق از دیگر فرماندهان سابق مخالفین بعد پیوستنش به نیروهای حکومتی و تعیین شدنش به مقام فرمانده قسم نظامی نیروهای مرزبانی از هر نوع مخالفت با حکومت کناره‌جویی میکرد و به اعتراضهایی که طی 10 سال اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان میگذشت همراه نمیشد. و جنرال خولباشف جان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را در یک سوءقصد در ولایت مختار کوهستان بدخشان نجات داده بود، ولی به این نگاه نکرده او را دستگیر کردند و در بی‌ترتیبی‌های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان عیبدار میکنند. مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان روز 25 مای سال 2022 درباره یک مورد برای این جمهوری نادر و انگشت‌شمار مجازات یک کارمند مسئول برای رسیدگی نکردن به شکایت‌های ساکنان جزا دادند. دادگاه ناحیه عینی یاردمچی دکتر سانیتاری شعبه کمونالی این ناحیه اسکرعلی حسنوف را برای چنین خنک نظری 960 سومانی جریمه بسته است. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات داستانی کل، دادستانی ناحیه عینی ولایت سوخت به طریق نظارت عمومی آلت رعایت و اجرای طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی را در حدود این ناحیه مورد سنجش قرار داده است. سنجش نشان داد که حسنوف اسکرعلی از ماه سپتامبر سال 2014 این جانب در وظیفه یاردمچی دکتر سانیتاری شعبه کمونالی ناحیه عینی فعالیت نموده طلبات‌های قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های
شخصان واقعی و حقوقی و دیگر سندهای معیار حقوقی به تنظیم درآورنده این ساحه را دغلانه ویران نموده است. چنانچه او همچون یاردمچی دکتر سانیتاری شعبه کمونالی مرکزی نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی نویه مراجعت ساکنان دهه عینی جماعت دهات عینی نویه عینی سیدوف نظاموف و پولوانوف از صحنه 22 نوامبر سال 2021 آید به حاجتخانه در گرد و اطراف منزل استقامتیشان بوده مراجعت ساکنان دهه مرزش جماعت دهات انزاب نویه عینی مسافروف آید به پرتوف‌های در گرد و اطراف خانه‌اش پرتافته شده از صحنه 26 ایون سال 2021 و مراجعت ساکنان دهه عینی جماعت دهات عینی نویه عینی شو شریپوف از صحنه 15 ینور سال 2022 آید از جانب همسایگانش ساختن حاجتخانه را در دوام زیاده از 3 ماه تا 10 ماه بررسی نکرده به مؤلفان آن جواب نگردانیده است گفته می شود در اطلاعیه دادستانی. این نهاد میگوید طبق طلبات قسم دوم سرخط 4 و 8 ماده 17 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی مقامات و یا تشکیلات بررسی کننده مراجعت عهده‌دار است که از روی مسئله ها در مراجعت گذاشته شده به شخصان واقعی و حقوقی پاسخ خطی گردانیده و دایر به نتیجه بررسی مراجعت به مراجعت کننده اطلاع دهد. همچنین طبق ماده 25 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی شخصان واقعی و حقوقی برای رعایت نکردن طلبات قانون مذکور با ترتیب مقرر کرده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند. دادستان نویه عینی نسبت به اسکرعلی اسانوف بر اساس ماده 87 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی ماموری گشوده دادگاه نویه عینی با قرار خود از 18 ماه سال 2022 حسنوف را به اندازه 15 نشان دهنده برای حساب‌ها برابر به مبلغ 960 سومانی به فایده دولت جریمه بسته است. موردهای برای صرف نظر کردن شکایت‌های مردم به جوابگری کشیدن مسئولان و منصبداران در تاجیکستان انگشت شمار است. به این دلیل بسیاری‌ها کوشش می‌کنند که راست به پرزیدنت امامعلی رحمان رئیس مجلس ملی رستم امامعلی و یا به رهبر دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان مراجعت کنند. ساکنان امیدوارند که در چنین صورت منصبداران محلی شاید بترسند و به مراجعت آنها رسیدگی کنند. از اول هفته جاری اینک 3 روز باز پی هم در تاجیکستان قرب رسمی روبل روسیه بیست بالا می رود و قرب دلار و یورو برعکس به شدت رو به پایان آورده است. بانک ملی تاجیکستان برای روز 25 مای قرب رسمی دلار را تا 11 سومانی و 40 درم، قرب یورو را تا 12 سومانی و 21 درم و قرب رسمی روبل را تا 173 سومانی برای 1000 روبل مقرر کرده است. روز 24 مای قرب رسمی روبل 172.5 سومانی، قرب دلار 11 سومانی و 80 درم و قرب یورو 12 سومانی و 57 درم بود. به دنبال بنا به معلومات سامانه‌های رسمیشان بانک‌های تاجیکستان نیز قرب اسعار خارجی را تغییر دادند. از جمله بانک اسقاط روز 25 مای 1000 روبل را همچنان با قرب 172 سومانی می‌خرد، ولی قرب خرید دلار همگی 10 سومانی و 50 درم و قرب خرید یورو 11 سومانی و 30 درم نشان داده شده است. تشکیلات خرد دپوزیتی هم خبر داده است که 1 دلار را 10 سومانی و 70 درم، 1 یورو را 11 سومانی و 2 درم و قرب خرید 1000 روبل در همان نیز به تغییر 172 سومانی باقی مانده است. آریان بانک در سامانش قرب خرید 1000 روبل را همچنان 170 سومانی باقی گذاشته است، ولی 1 دلار را به جای 11 سومانی و 20 درم حالا با قرب 10 سومانی و 80 درم و 1 یورو را به جای 11 سومانی و 80 درم اکنون 11 سومانی و 5 درم می‌خرد. قرب روبل در بیرژه نیز همچنان بالا رفته ایستاده است. روز 25 مای قرب 1 دلار نسبت به روبل روسی 56 روبل و قرب 1 یورو تا 60 روبل فرآمد. برای 1000 روبل در بیرژه الکی 223 سومانی پیشنهاد میکنند. یک روز قبل این قرب 217.5 سومانی نشان داده میشد. اقتصاددانها این قرب بلند روبل را قرب سنی و حتی ترغیباتی یعنی پروپاگاندیستی مینامند، ولی از بالا رفتن قرب روبل نسبت به دلار مهاجران تاجیک در روسیه و خانواده های آنها در تاجیکستان خوشحال می شوند، چون که امیدوارند که قرب بالاتر روبل می تواند دست آنها را در برابر نرخ سر به آسمان کشیده درازتر کند. مردم تاجیکستان همچنین امیدوارند که پایین رفتن قرب دلار و یورو
به ارزان شدن محصولات مساعدت میکند، چون که وقتی که نرخ بالا میبرند یک سبب عمدهش بالا رفتن قرب دلار گفته میشد. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. مهاجران تاجیک از مسکو از جوانمرگ شدن باز یک مهاجر جوان تاجیک خبر دادند و از همه خواهش دارند که در حق ظهورالدین فردوسوف زاده دهه پشت قرغان جماعت موقعیان شهر پنجکین که در سن همگی 36 شهید شد دعا کنید. ظهورالدین فردوسوف که در روسیه در ساختمان کار میکرد، روز 23 می در شهر مسکو در وقت اجرای کارهای ساختمانی از قبت دوم بنا به زمین افتاده در جای حادثه جان باخته است. ظهورالدین 36 سال داشت و از خود دو فرزند خردسال را یتیم باقی گذاشت. همدیگان ظهورالدین برای انتقال تابوت او به وطن کمک کردند و جنازه باز یک مهاجر بچه در ملک غربت در طلب نام به شهادت رسیده را باید امروز یا پگاه به تاجیکستان بفرستند. ظهورالدین فردوسوف از آن زادگان تاجیکستان است که نسل به نسل مهاجر شدند. او سه برادر از خود بزرگتر داشت. یکیش یگان 15 سال پیش در همین روسیه کسل شده در وطن جان داد. این بار تابوت ظهورالدین در روسیه جان باخته را از در این خانه می درآورند. همدیگانش میگویند ظهورالدین را سال 2017 از روسیه اخراج کرده بودند و روی او به این کشور تازه 2 سال پیش کشیده شد. ظهورالدین 2 سال آخر هر بهار به روسیه میرفت و تا تیرماه رزق روزه برای خانواده‌اش جمع کرده به خانه برمیگشت. ولی امسال او خیلی بروقتر بعد همگی 2 ماه مردکاری به وطن به پیش عزیزانش برمیگردد و اما این بار در تابوت و برای همیشه. به گفته همدیگانش در جماعت موقعیان که 35,000 اهالی دارد تقریبا یگان کارخانه بزرگ نیست و بنابراین حدود 90% مردان قابل کار این جماعت هر سال در جستجوی رزق روزی خود را به روسیه میزنند. مهاجرت یک منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان باقی میماند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا قریب نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین روزگار عائله‌هایشان به خارج و اساساً به روسیه میروند. هر سال در روسیه تا 1000 مهاجر تاجیک به علتهای مختلف میمیرند. یعنی به حساب میانه هر روز تا 3 مهاجر تاجیک در این ملک مسافری ترک این دنیا میکنند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست، صدمه‌ها و بیماری‌های گوناگون از علتهای عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده میشود. اکثر مهاجران تاجیک که در غریبی میمیرند در عین جوانی جوانمرگ میشوند. شرکت نقلیاتی آزیان اکسپرس در صفحه‌اش در اینستاگرام خبر داد که از 2 ایون سال 2022 خط سیر نو دوشنبه مسکو دوشنبه را براه میماند. مسافران میتوانند از ترمینال بین المللی شهر دوشنبه با اتوبوس‌های زمانوی و براحت و نرخ دسترس به مسکو سفر نمایند. در این برابر شما امکان دارید که از شهر مسکو با همین خط سیر به دوشنبه برگردید. معلومات دقیق را با تلفن 1616 گرفتن میتوانید. گفته می شود در اطلاعیه نشر شده آزیان اکسپرس بنا به اطلاعی دریافتی نرخ سفر حدود 1000 سومونی را تشکیل خواهد داد، ولی تنها آنهایی می توانند با این اتوبوس‌ها به روسیه سفر کنند که حق عبور مرز زمینی آن کشور را داشته باشند. روسیه در پی فرو نشستن پاندمی کرونا ویروس مرزهای هوایی‌اش را به بسیار کشورها از جمله برای شهروندان تاجیکستان باز کرد، ولی عبور مرزهای زمینی آن کشور با محدودیت صورت میگیرد. آزیان اکسپرس در اعلانش میگوید سفرها از دوشنبه به مسکو با اتوبوس‌های مجهز با کندیسنر و کرسی‌های تکیه‌دار صورت میگیرد و مسافران میتوانند در جریان سفر طولانی بر راحت خواب و استراحت کنند. برای طفلان خردسال در جای نشستشان راحت کرسی کودکانه گذاشته شده. روز اول سفر به مسافران ساندویچ نیز وعده دادند. همین طور مسافران با خود میتوانند بی پول تا 15 کیلو باگاژ دستی و در عموم 25 کیلو باگاژ برند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا قریب نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای مردکاری به خارج و اساساً به روسیه میروند، ولی برای بسیاری‌ها به سبب گرانیش خریدن چپته هواپیما مشکل است. بهار سال 2021 نرخ یک چپته از دوشنبه تا مسکو تا به $1500 رسیده بود. حالا نرخ‌ها خیلی پایین رفتند، ولی همچنان برای قسم مردم گران باقی میمانند. این قسم مردم هر سال امیدوارند که روسیه مرزهای زمینیش را نیز می‌کشاید و آنها می‌توانند با نرخ‌های نسبت به هواپیما ارزان‌تر با قطار راه آهن یا با اتوبوس و ماشین خود را به روسیه برسانند. دوشنبه پایتخت تاجیکستان
در بین 26 کشور مورد تحقیق از لحاظ دسترسی ساکنان به کتابخانه‌های جمعیتیش جای 21 را به دست آورد. پژوهشگران پایگاه اینترنتی پیکو.کام نوشتند که در دوشنبه 14 کتابخانه جمعیتی عمل میکنند، یعنی به سر هر 63,000 ساکن پایتخت تاجیکستان یک کتابخانه راست میآید. دوشنبه در این ریتینگ بعد شهرهای چون برلین، ایروان و بوئنوس آیرس جای گرفته پیش از نور سلطان، روم، سان پائولو و اریوز گذاشته شده است. در پایتخت عربستان سعودی که بیش از 7,600,000 اهالی دارد، بر سر هر 1,000,000 ساکن تنها یک کتابخانه وجود داشته است. جای اول را در این ریتینگ بروسل صاحب شده است. در اینجا بر سر هر 10,000 ساکن یک کتابخانه و در عموم 19 کتابخانه وجود داشته است. شاید کم کسی بدانند که در بروسل، پایتخت بلژیم و هم پایتخت اتحاد اروپا و ناتو دانسته می شود، همگی 180,000 نفر زندگی می کنند. در ریتینگ کتابخانه های دسترس بعد بروسل شهرهای ورشا و کیف و تالین جای گرفتند، ولی مسکو که شهر از همه پرطلاتم در سابق اتحاد شوروی نام برده می شد، با وجود 443 کتابخانه‌اش در این ریتینگ تنها مقام نهم را به دست آورده است. معلوم می شود که در پایتخت روسیه بر سر هر 30,000 ساکن تنها یک کتابخانه راست می آید. مسکو در ریتینگ کتابخانه های دسترس در بین شهرهای روسیه نیز مقام خیلی پست، یعنی 14ام را صاحب شده است. لازم به ذکر است که سنت پترزبورگ، پایتخت فرهنگی روسیه نیز با 200 کتابخانه‌اش در این ریتینگ در زینه همگی 11ام قرار گرفته است. معلوم می شود که در پترزبورگ از یک کتابخانه به حساب میانه 27,000 ساکن استفاده میبرند. جای یکم را در روسیه از لحاظ دسترسی ساکنان به کتابخانه ها نیژنی نوگورود به دست آورده است. در اینجا همگی 89 کتابخانه عمل میکند، ولی هر کتابخانه به 14,000 ساکن راست میآید. مقام های بعدی را سمارا، ورونژ، اوفا و ولگاگراد اشغال کردند که هر کتابخانه در این شهرها به 20 تا 23,000 ساکن راست میآید. پیکو.کام تاکید میکند که کتابخانه های جمعیتی نه فقط دسترسی به ادبیات و علم و دانش را فراهم میآورند، بلکه در زندگی فرهنگی جامعه نیز نقش بزرگ دارند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.